سلام و درود خدمت شما دوست گرامی. با شما هستم با معرفی دوره جامع و اقتصاد طراحی فاکتور فروش در اکسل همراه با نمایش تصویر کالا. برای این منظور من وارد فایل اکسل میشم. مشاهده میکنید که ما 3 تا دونه شیت اینجا داریم. شیت اولمون برای ثبت کالاهامون هست، انبارمون، یعنی شما میتونید به صورت نامحدود اینجا برای خودتون کد کالا، عکس کالا، شرح کالا و نوع واحدش و قیمتش تعریف کنید. به طور مثال اگه بخواید اینجا دوباره تصویر جدید انتخاب بکنید برای کالاتون، به طور مثال 1021 دوباره تصویر بعدی، به این صورت کد کالاش هم 1022 هست. به این صورت میتونید برای شرح تعریف بکنید هر چی که دوست داشته باشید. به طور مثال من میزنم PC 1 و اینجا میزنم PC 2. به این صورت میتونید تعیین بکنید اینجا نوع تعداد یا بسته شه. به طور مثال من اینجا بسته میزنم که بالا رو عدد زدم. بعد به این صورت دوباره همینم به همین صورت میزنم و قیمتش اینجا میتونید تعریف بکنید. به طور مثال من میزنم 10 میلیون، اینا میزنم 15 میلیون. به این صورت مشاهده میکنید که سه رقم خودش جدا میشه. تمامیشو به صورت 0 تا 100 براتون داخل این دوره آموزش دادم. قسمت بعدی برای شیت بعدیمون برای اطلاعات مشتری هست. شما میتونید اینجا اطلاعات مشتریتون رو، کد مشتری، نام مشتری، نام شرکت، تلفن و آدرس رو وارد بکنید. و قسمت بعدی که شیت فاکتورمون هست، اینجا بسیار مفید و جذاب هست که به صورت کامل تمامی بخش دوستان از 0 تا 100 براتون آموزش داده. اینجا شما اگه بیاید کد کالای 10 یا 11 را وارد بکنید، مشاهده میکنید تصویر کالا، شرح کالا و تعداد اینجا خودتون وارد بکنید. قیمت براتون محاسبه میکنه. قیمت واحدش که 35 میلیون بوده، الان دو تا که ما خرید بکنیم میشه 70 میلیون و 500. دوباره اینجا کد کالای بعدی را وارد بکنیم. من اینجا 10 12 را وارد بکنم، مشاهده میکنید تصویر بعدی و 10 13 را دوباره بزنم، تصویر بعدی 10 21 رو بزنیم. الان که با هم دیگه تعریف کرده بودیم PC 1 10 22 رو بزنیم، PC 2 مون اینجا برام میاد که مشاهده میکنید که نوع واحد کالامون هم اینجا بسته زده بودیم، برام بسته مشاهده میکنیم و میتونیم اینجا هم تعدادهاش رو وارد بکنیم به این صورت. و قسمت آخرمون هم که مشاهده میکنید قیمت به صورت کلی با اعداد برامون نمایش میده و اینجا هم دوباره میاد تبدیلش میکنید به حروف که میتونیم استفاده بکنیم و امضای خریدار و فروشنده. این قسمت پایین هست. نوع فاکتور میتونیم تعیینش بکنیم، تومن و ریال به صورت کامل اینجا تغییر میکنه. این قسمت پایین هم برامون به ریال دوباره تغییر میکنه. تمامی این قسمت ها دوستان گرامی از 0 تا 100 داخل این دوره برای شما دوستان عزیز آموزش داده میشه که میتونید خودتون با سلیقه خودتون. الان این فاکتور که مشاهده میکنید، من اگه بیام اینجا روی چاپ فاکتور بزنم، میاد داخل یه فاکتور آچار به صورت ایستاده برام چاپ میشه. داخل این دوره برای شما آموزش داده میشه. شما میتونید روی برگه آچار، A5 عمودی، افقی، هر 4 تا نوع هم براتون توضیح داده میشه. میتونید به راحتی برای خودتون انتخاب بکنید و با همون سلیقه طراحی بکنید. من از اینجا بردارم، مشاهده میکنید که تمامی اطلاعات مشتری حذف میشه. در کد مشتری وارد میشه که داخل شیت مشتری ما براش تعیین کردیم و میتونیم به راحتی از این فاکتور استفاده بکنیم. که این دوره دوستان از 7 قسمت هست که به صورت کامل بنده خودم براتون ضبط و روی سایت قرار دادم که میتونید به راحتی استفاده بکنید. اگر این آموزش دارید در شبکه‌های اجتماعی مشاهده میکنید، حتما وارد سایت آکادمی روح‌الله بشید و این آموزش را از اونجا دریافت بکنید و به صورت کامل یاد بگیرید. دوره دوستان از روی آپیس 2021 ضبط شده، ولی توی جلسه اول ما نحوه نصب آپیس 2016 2019 و 2021 رو به صورت کامل براتون آموزش دادیم و از اونجا با همدیگه از صفر که اومدیم یه شیت جدید از اینجا ایجاد کردیم. این 3 تا شیت رو با همدیگه به صورت کامل طراحیش کردیم. این دوره دوستان برای همه دوستان مفید هست، هم اون دوستانی که الان مبتدی هستن، هم دوستانی که به صورت حرفه‌ای دارن اکسل کار میکنن به صورت کامل از 0 براتون. هم قسمت فرمول نویسی آموزش داده، هم قسمت کد نویسی. اصلا نگران نباشید که کد نویسی خاصی نداره، همه
کدها به صورت کامل آماده در اختیارتون قرار میگیره. شما فقط میتونید با تغییرات خیلی جزئی با یک فاکتور بسیار پیشرفته و حرفه‌ای برای خودتون طراحی بکنید. شما میتونید از اینجا حتی لوگو رو هم به صورت خودکار تغییرش بدید. اینجا من روش کلیک میکنم، یه تصویر به طور مثال من برای لوگو اینو انتخاب میکنم. مشاهده میکنید که لوگوی تصویرم برام میاد به راحتی تغییر داده میشه که تاریخ شمسی به همین صورت هست. به صورت خودکار برام تاریخ شمسی را وارد میکنه. تمامی این مورد دوستان عزیز توی این دوره به صورت کامل از 0 تا 100 برای شما عزیزان آموزش داده. امیدوارم که این دوره براتون مفید واقع شده باشه. بازم هر گونه سوالی داشتید میتونید از قسمت نظرات سایت ازم سوال بکنید، براتون سریع پاسخ میدم. اگرم نیاز بود شماره تلفن بنده هم روی سایت هست، میتونید تماس بگیرید و مشاوره دوست داشته باشید بگیرید. تا جلسه بعدی شما رو میسپارم به خدای منان. خدا نگهدار.